ای پشتم بچه من مردش آوردن دستم دوباره. گریه تلخ مادر در سوگ پسر ففتیده اش. بچه من صاف ساعت رفته بود با خویش خودش رفته بود. یکون بار شکایت نکرده یکون جایی من دار میکنه. یکون بار دارو ایم کلای نگرفته بودم بچه هم نگفته بود شکایت نکرده بود. به گفته نزدیکانش صالح جان صالح ماه اکتبر سال 2023 به خدمت حربی رفت. او را به یک قسم نظامی وزارت دفاع به فرودگاه نظامی عینی فرستادند. والدانش بار آخر او را 5 می دیدند. یک هفته پس جسدش را آوردند. سبب مرگ صالح جان را به پیوندانش نگفتند. کماندیر باشون اومدن پرسیدم گفتم برای چی؟ وقتی بچه من صحت بود. گفتم یکون بار کسر شید نه میگه خلا کتی یکون کس جنگ شید نه خلا میگه وقتی بچه من برای چی خیلی شید نمیدونم خلا او چی خیلی نمیدونه چه از کلون کامیرا موندگی های همه جوش کامیرا دوره چی خیلی پیش شما میمره شما نمیبینین شما کجا را نگاه میکنین. بعد از 1 ماه مرگ سرباز دادستان حربی دوشنبه به والدین او این سند را سپارید. در سند آمده است تشخیص نشان داد که سبب مرگ صالح جان صالح بیماری قلب است. بنابراین دادستانی از تحقیق جنایی مرگ او دست کشیده است. ما برای گرفتن شرح بیشتر به دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع مراجعت کردیم اما پاسخ نگرفتیم. نزدیکان سرباز میگویند در بدن صالح جان صالح اظهای سیاه بود. گفتم روش هوی که نبینم نماندن منو هوی کردن. ما شوشتگیم برای گرونش گفتن من گفتم من تا نبینم نمیبرم من هوچهیم یکون رسه بود گر نکنم در جای بچه ما باید بچه ما ببینم کشاده این بچه ما بچه پشت سرش رم خون ریخته ایسته بود نمی راستش 3 تا توچکه یا تا زردم گرفتگی به 2 تا دیگرش لگید همه قش دیگه اگه میلچکتی میزنن زردم میگیره جمع میشن همه خیلی بود من در کامیرا خودم همش سیوم که کردم تلفنم در سیوم که کردم من گفتم من یورا باید که نشون تیم بچه من خیلی کردن ساعت بچه منو میمره به کسل به هیچی. با سبب محدودیت های یوتیوب ما این نوار را پخش کردن نمیتوانیم اما در نوار در پشت سر سرباز ایزی خون دیده می شود. پیوندان سرباز ففتیده از مقامات میخواهند گناهکاران مرگ پسرشان را پیدا کنند. من همه امید دارم خواهش دارم ای پرزیدنتمون ای پسری و یا رستم امامعلی که ارزی موی پرسنو کشتاری نویری من یافتتیان من آدم 80 ساله در غمی و سوخته مرده سوده من. مرگ و میر در قسم‌های حربی تاجیکستان حادثه نو نیست. با گزارش وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری ففتیدند. بدرفتاری یا لطوکوب سربازان نو از سوی کهنه سربازان هم یک سبب مرگ یا معیوب شدن سربازان گفته می شود. مولا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.